اینجا سادی اینجا بیو. اینجا عروس ها به دام بگی. چرا؟ عروس ها نگاه. چی عروسه؟ تولی عروسی منو بی داد میکنه. عروسی ترا؟ ترا بای افتاد کی نگاه میکنه؟ عروسی نگاه میکنه؟ بچه او روز برای ما قریب خچه میکش. برای تو خچه میکش؟ تو پروزه داد کندگی چیزی بگم که باور میکنی سادی جان. داد کندگی چیزی کنم باور میکنی. بچه ما هم پدر کنه نیستیم کو. تو از هم بیرون بگو ببینیم تکو. او بیرون نمیره و دکتری سویجه. او دکتری که شما فکر میکنید او دکتران نیسته. فهمیدی؟ و خیلی نمیگه که عروس مای ما بکنی کو زنگش بزن؟ اینو ولی زنگ بزنو؟ اینو ولی چیکار خدی گاب زدگی نیست؟ اینو ولی بری دست کن بیش. الو سلام علیکم جان سازی نازی علیکم سلام میشه رحمت ساز یا بیرون نمیروی ببینم تا برای چی؟ یا بوسه میکنم تو بخون تا مدرم آی من هیچ وقت برای بوسه بیره نمیبرم بیا من خودم فرام اینجا خیره تا بکم خدا چی بتی خیلی دارم همی احمد جان میمورد دیگه راگر متی اولی قطی کارات نشونست کنم وظیفات قطی انا این درخت خدا رحمتی مرده که من اینجا به شیناندگی آبش نگاه کن فهمیدی قاق شد آب ده آب بسیار شد قاق کن فهمیدی بیا راگر ای خدا ای همه شما به یاد دادن هیچی نمو راگر اینا هر سحر آبش نگاه کن فهمیدی می؟ آب توی نگاه نمی کند رگن انا منیجه جان شما نامتون منیجه خانه شما یا این احمد جانی من بزنی دویوم حساب میشه شما یک کمینش من زده پیش کردم برای چی پیش کردم میدونید می؟ برای چی؟ انا کاری گفتگی نکرد من که خوشتومان پکه یا جیوه یا میگود برای همیقه کاری گفتگی کن انا از همون طرف سر کرده رفته این طرف میبینی فهمیدی هر سحر از 6 تا 6:20 فهمیدی 6:21 که شد مردم گفتن گیر فهمیدی تو من اینجا جان شما شهری شما احمد جان از شهر گرفت اومده هم تو مادر جان گفت کمتر کار یاد دید اینا اینجا بالا با تنور هست تنور هر روز چهارشنبه نان میبندی فهمیدی وای دفینه همون کلینا نان میبندی گفتم ارغمچین که نان بسته مونده سموجه نان میبندی به معنی که نان میپزی فهمیدی انا این طرف من گاو و مال با نگاه کن فهمیدی نگاه کن به معنی که برفته علف شد دی مال احمد جان نغز من گنده میو نه خاله جان شما هم نه خاله جان نه ماما جان یا آچه جان خدا به شکر من این سین مبارکی 76 برسیدم تو بارنش من 8 دیدگی فهمیدی دوره های شما بریم بودگی لبتا نگز امری دوره های شما بریم بودگی ما کوه زده چپه میکریم شما باشید فقط همین اینو سانی بعد این خیل این تلفنات خانه‌اش سوزد حالی هم درست تلفن امری آخه بچه‌تون زنگ میزنه خاله جان کی زنگ میزنه بچه‌تون کی احمد جان زنگ میزنه چی به من به زنگ نمیزند وای ای خدای راه به در آورده چی بلاده به فکر من بچی منه ایناش که این احمد جان آمد یا ماشین احمد جان نمیوای یه بار بین چی نه خاله میلیسای تینجی باشد گپ نزن با فهمیدی من خودم گپ میزنم دهانت مخم کن آمده ایست از طرفی خودم سلام علیکم سلام علیکم تینجی باشد میوکا جان شما ناز می درست هستید سلامتی ملیسا شما بله مبارک شما سلامت باشه همین خونه اکی سادی گجوده باشه خاله جان از کی سادی بله بلندتر گوید یک کیف کنم خونه اکی سادی همینجا زندگی میکرده اینا همینجا میره اینجا منه من راست روید دروازه سعدی و این پیشونه تانکتی میزنید خوب رحمت آهنین دروازه کلان خوب رحمت خانه هاش هم بینید کابتان مایل خوب رحمت من گفته بودم که افتاب با دامن پوشیده نمیشد یک روز این سعدی آنه زارش میبیند تو گفته بودم من این سعدی دوزده آخر قپیدم برای چی یک کس آمده است اینجا یک تا همینم یک کار گرفته میبرم
این سعدی اکو فکر میکند که حق مردم خوری خورده میگردد. اوی دولت در همچین سر میتید بعد یک کشاله کند که خودت به نبیایی. انا همین روز خدا اگر خواهد این سعدی میبرم بعد از یک هفته 14 سالش میتین. اما خیلی نگاه کرده میستد سعدی. چند بار گفتم من تو زنش نمیگویی. انا این طرف 2 کیلو، این طرف 2 کیلو، این طرف 4.5 کیلو. بخدا چی آخی؟ چی نگو. رنگی از آنی تو بیژوتری نیه و تیلای از آنی وای زنش اکو وای فکر میکند که ما زنها میسوزیم. اینه برای همین توی برفتیم کو همش آویزان کرده رفت است. خود دیگه یگان کس ندارد. منم تیلا دارم کو، ما هم نمی آویزم کو. خدا رحمتی پاچو دوره های پیش خیلی این گپ های مانیمو سعدی اکو تمام آنه زارش میبیند. خدا اگر خواهد من گفتم که میقپد. اما در آغاز من گفتم این ای خود رفتنش چی نبود. مالش تقا جان حتما بیای خونه توی ده بیای. خب جان تقاش اوتا سلام بکو حتما میام. مالش نغز ای وای من نمورم آینه نقپیدن نبردن دو. ای بچه همی سعدی دیر میکنه دا. الو ای بچه کجا شدی؟ 2 ساعت پس روز بشه آخی. بیا بریم دیر شید. مال خمیدن که نامدم یعنی لباس میپوشم میام. مال خب مال نوز میفرم آمد کنیم. بیا تست کن. ها مردک؟ ها دایدیس پیشا فاسون کدی گجور رفتستی؟ چه کجا رفتیسم سنانجو؟ جیوی موزیکا رقص موزی جیوه موزیکش چیه با؟ چه اولم بیاری؟ دختر کو رقص میکنن که رقص میکنن؟ ما هر یا تعمدو پول میچسبونم. پول میچسبونی؟ او؟ چند سما؟ من 50 سوم هم که چسباندار میگیرم. مردک جان نمیشه که ما در پیش رقص کنم همون پول دما بچسبونی. تو رقص کاره میتونی؟ هو بچه ده چند سوم بچسبونم. ای مردک جانه تا ای خدمی کو همین 10 سمی بچسبون میشوه. میشوم؟ تو رقص کن؟ رقص کنم. های بله چوکدی مردک به نصرانی شدی؟ همین در حقیقتا راست میگفتیم. چی راست میگفتین مردک؟ همین مولی ارزان صفتش پس بدن.